ای دل تو خریداری نداری، نفرین به تو ای دل دل غافل. زنی غذا چی شد؟ حاضر میشه الان. یکم زرده بکش. چی هست؟ چی میخوای بشه؟ عدس پلو دیگه. با گوشت دیگه ها؟ با گوشت عمت با سویاه. سالاد چی؟ ای چیز درست که دقیقا خورده بشه ای غذا. دارم درست میکنم. چرا کوریته وا کن؟ غذا تخمی. او شورتو ببرن. میگو وای 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 فقط میریزن و مپاشن یک حمال میخوان. آی شطور میبینی دارم جارو میکنم. باز آشغال میریزی؟ آقا داری جارو میکنی. خب جارو بکنم. برو گم شو بی پدر. آخ کمرم. یاسمن زلیخا خانوم. کوفت مامان گوشی بازیتن خلاص نرفت؟ نه خیرم. جواد؟ بله. نمیخوای چی بهش بگی؟ بابا به چه دیگه ولش کن دیگه. یعنی چی به چه؟ جلو آینه خوب بلده با گوشی اینجوری بکنه. الا ایشون تو خیر نبینه. برو گم رو دهن بابا دیدن. سلام عشقا خوبی؟ وای چقدر گرمه عشقم. اسپیلتو میزنی؟ جواد بچه ها رو چیکار کردی؟ ارسلان یحیی خونه مامانمه. یاسمن زلیخا کلاس فرانسه داشت گذاشتمش. جوادم که همیشه خونه است دیگه آشپزی با اونم. من اصلا دست به سیاه‌سفید نمیزنم خیلی وقته. شوهر جان عشقم تور ترابزون تکراریه. من جای تکراری نمیرم. یه تور دیگه پیدا کنید من اوکی ام. لازم مالی هم مشکلی نیست. شما کارت بذارین تو گروه. همش تورای تکراری آدم خسته میشه دیگه. یه بار بریم گرمزاری قناری جایی. آبش تمیزه. من نریزم راحتم. فقط پامو بذارم تو آب کافیه. هر استخری نمیرم. هم روتین پوستین به هم میریزه هم استخر کوچیکه. من آبش چی هست. شما راحت باشید.